فیأتیه ملکان، دو ملائکه میاین، فیجلسانه، ایره میشانن، فیقولان له، بفرمایین بشینن، کشیشتن، پرسانش میکنن من ربک، رب تو کی بود؟ یعنی تو در زندگی دنیا باید ما معنای رب بفهمیم که رب کی هست. رب مفسرین و علما و آیات قرآن تفسیر میکنه که رب خلق کننده ما هست، رب روزی دهنده ما هست، رب شفا دهنده ما هست، رب زنده کننده ماست، رب میراننده ما هست. اینا اگه کسی به می عقیده مرده باشه که واقعا خلق کننده ما الله هست. حال بسیاری کس هست قبر خلق کننده قرار میته، میره تو غار شور میته، میگه او فلانی بر ما بچه بتی، ای الله دوست ما تا زوی را که. آیا ای ربوبیت الله را قبول داره؟ نه، خطرناک اینجاست. شفا دهنده، ابراهیم علیه السلام و اذا مرضت فهو یشفین. آل وقتی کس پیش ازی پرسان میکنه که شفا دهنده تو کی هست؟ آیا کسی که در دنیا سنگ شفا دهنده هات قرار میده، پای برو در سنگ زیارت بشق، اون دو میره پایای خدا و دستای خدا در سنگ های بتخانه میشقه. مسلمان ها میرن در هر جایی که برابر شد برنشان. یکی دیگه وعلیکم السلام در چشمای خود قلف چینایی را که در زیارت بند است میشقه. حال شفا دهنده تو بربو هست، اسپند است، جن هست، سنگ است، انسان است، مخلوق است، پیغمبر است، ملائکه هست. ابراهیم علیه السلام میگه و اذا مرضت فهو یشفین. من که پدر پیغمبرها هستم، فرزندای من هم پیغمبر هستن و آخرین پیغمبرها هم از نسل ابراهیم علیه السلام است. میگه خودم وقتی که مریض شوم شفا دهنده من کی است؟ الله است. نه من خودم کس را شفا داده میتونم، نه فرزندایم میتونه و نه پیغمبرها و نه ملائکه، نه هیچ کس. پس این شخص چون عقیده توحید درست داشته، من ربک، آل وقتی که سجل عقیده جور باشه، فیقولو میگه ربی الله، رب ما الله هست، خلق کننده ما الله بود، روزی دهنده ما الله بود، شفا دهنده ما الله بود، زنده کننده و میراننده ما الله هست. ما هیچ وقت به بارگاه مخلوق نرفتیم که به من رزق بدی. کسایی که میگن که اگر امریکا نباشه در افغانستان باز افغانستان از گشنگی میموره، آیا به صفت رزاق الله باور داره؟ نه. باز بگو اینجا باز که ملائکه پرسان کرد باز فهمیده میشه. صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتد و بیند سزای خیش. آله اگه برش گفته شد باز فلسفه میگه، منطق میگه. شما منطقتان ضعیف است، شما دلایلتان قناعت‌آور نیست. شما در رمضان مردم دعوت میکنین به اعتکاف، ما در وقت علی حضرت تا 12 بجه شب در وقت تراویح خواندن در او طلای کاول موسیقی بود، رقص بود، ساز بود و بسیار افتخاری را میگن. باز اونجا برات نشان داده میشه که ماه رمضان باید چی کنیم. فیقولان له ما دینک. حالا میگه دین تو چی است؟ دین الملک یعنی قانون ملک. در سوره یوسف علیه السلام میگه او قانونی که تو بالای تطبیق میکردی کدام قانون بود که تو به او باور داشتی و میخواستی که سیستم اقتصادی، سیستم اجتماعی، سیستم اخلاقی، نظامهای مختلف مطابق از او برداشت بکنی. دین یعنی نظام اعتقادی، دین یعنی نظام عبادتی، دین یعنی نظام اخلاقی، دین یعنی نظام اجتماعی، دین یعنی نظام خانواده، دین یعنی نظام اقتصاد، دین یعنی نظام سیاسی. باز کسایی که امروز میگه که دین ما جدا میسازیم، دین اینجا باشه، سیاست اینجا باشه. دین در مسجد، سیاست از لینن، سیاست از ژان ژاک روسو، سیاست از سارتر، سیاست از گفته های مارکس، سیاست از دموکراسی و حکومت مردم توسط مردم.
برای مردم. باز در اینجا الله ملائکه برش میگه که و ما دینک، وقت مسلمان است بغیر از شریعت الله در هیچ حزب سیاسی الحادی داخل نشده، در هیچ حزب قومی که ضد دین اسلام از داخل نشده، در هیچ فکر و اندیشی که فلاسفه الحادی به خاطر مخالفت با اسلام و دین او را ایجاد کرده در او داخل نشده. باز در این صورت میگه که جواب میگه که دینی الاسلام، دین ما اسلام بود الحمدلله. نه قانون امریکا را پذیرفتیم، نه قانون غرب پذیرفتیم، نه قانون سوسیالیسم پذیرفتیم، نه تسلیم قانون اروپا شدیم، نه تسلیم قانون. اینجا باز کسایی که تسلیم قانون غرب و اروپا میشن باز اینجا زبون باز از گپ میمانه. اگر بگویم باز ملائکه برش میگه دروغ میگی، گپ نزنی، نگو که دین ما دین اسلام است. اونجا باز خدا پد کدام نمیتون شده، یک ملائکه ای طرف است، یک ملائکه ای طرف است، دیگه ملائکه شاهده هستن. خب بعد از او فیقولون له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، این شخصی که در بین شما مبعوث شده بود که شما باید او را رهبرتان بگیرین، اسوه‌تان بگیرین و الله برتان گفته بود ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، کی بود؟ این حال میگه این شخص اگر رهبر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته باشه، ما یک مسلمان الله برش رهبر معلوم کرده، یکی رفت احمد رهبر خود گرفت، یکی محمود گرفت، یکی کلبی گرفت، یکی مقصود گرفت. غربی ها دیدن که یا رهبر پرست هستن، آمدن سر رهبرها سرمایه گذاری کردن. رهبر وقتی که یک بکس دلار دادن، دیشی خودت شورک داد که نه نمیشه، این 2 بکس دلار، یک کمک دیگه 3 بکس دلار، 4 بکس دلار. وقتی که تیاری پر از دلار برش نشان داد، ایمانش رفت او شد. شاگردایش هم چون الله پرست نبودن، مخلوق پرست بودن، باز میگه که امیر رهبر ما رهبر گرفتیم، اگر کت گفت جهاد کو، در پشتش جهاد میکنیم، اگر کت روس معاهده کرد کتش روس معاهده میکنیم، اگر کت امریکا رفت کتش امریکا میریم. ما رهبر ما را تعیین کردیم. بازی رهبرش در روز آخرت پرسانش میکنه که امیر رهبرت بود، برو از پشت سر رهبرت. اما اگر رهبرش رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و با سنت و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کرده باشه، باز اونجا میگه که هو رسول الله صلی الله علیه و سلم، این شخصی که مبعوث شده بود برای ما من حیث اسوه، رهبر. بعضی کسا باز سر رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت میکنن، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم شریعت آورده بود، اما ما در گروه هستیم که اینجا اخلاق است، صفای نفس است، پاکی هست، این طریقی ما هست. به این معنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم العیاذ بالله بخش اخلاقی، صفای نفس، پاکی قلب این نداشت. نه، او خود شریعت است. یا شریعت تنها در نماز و روزه و حج و زکات میبینن، اما آیات قرآن ها نمیفهمن که الله متعال گفته به رسول الله صلی الله علیه و سلم که این پیغمبر است که اول یزکیکم، اول آمده که شما را تزکیه کنه، و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. سبحان الله. و یعلمکم الکتاب، وظیفه پیغمبر اول تزکیه هست، پاکی هست از اندیشه های فاسد و کفری و شرکی و بیدینی و جاهلیت و عقب ماندگی و بیدینی. از این تزکیه میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم، تخلیه میکرد در جای از او اخلاقیات اسلامی. بعد از او که سرت پاک شد از این مشکلات، باز میگه و یعلمکم الکتاب والحکمه، باز بر شما الکتاب القرآن، الحکمه السنه. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم امی 3 کار آمد کرد، یزکیکم، یعلمکم الکتاب والحکمه. خب وقتی که گفت که هو رسول الله، فیقولانی و ما علمک، چی علم داری؟ خواندی قرآن؟ خواندی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ فیقول میگه بله قرأت کتاب الله فآمنت به و صدقت. بله من
قرآن تو نخواندیم که یک صفحهش تو بیا در بخوان، یک صفحهش هم دیدید باشه نه یگان جایی من اینه من خیلیشم خواندم توی دیگهشم بخوان. خب خلاص کردی حالا بیار شربت. قرآن ها تو بخوان که آیات قرآن در زندگی تو تاثیر داشته باشه و واقعا قرأت کتاب الله، وقتی که خواندم مفاهیمش فهمیدم فآمنت به او ایمان آوردم و صدقتم. فینادی مناد من فی السماء، میگه صدای میشه از آسمان ان صدق عبدی، راست گفت بنده من. فافرشوه من الجنه، در قبرش فرشی از فرشهای جنت برش اوار بکنین. و البسه من الجنه، در همینجا برش لباسهای از جنت بپوشانین. وافتحوا له بابا الى الجنه، یک دروازه هم باز بکنین از جنت. فیأتیه من روحها و طیبها، از خوشبویی های جنت، از هوای خوب جنت. و یفسح له فی قبره مد بصره، باز میشه قبر به اندازی میگه که گشاده میشه به اندازی دیدن چشم. و یأتیه رجل حسن الوجه، در قبرش یک شخص بسیار زیبا روی میه، حسن الثیاب، بسیار لباس های خوب داره، طیب الریح، بوی بسیار عالی داره. فیقول ابشر بالذی یسرک، مشربات مبارک باشه، خوشا به حال تو، به چیزی که تو را خوشحال میسازه. هذا یومک الذی کنت توعد، این روزی است که بر تو وعده داده شده بود. فیقول له، این متوفا پرسانش میکنه من انت، تو کی هستی؟ فوجهک الوجه یجیء بالخیر، چهره تو بسیار زیبا معلوم میشه، چهره زیبایی که بشارت خیر میده. فیقول، امی شخص برش میگه که انا عملک الصالح، ما اعمال صالحیت هستم. کنت والله سریعا فی طاعت الله، یقینا تو در اطاعت الله بسیار سعی و تلاش میکردی. بطیئا عن معصیت الله، در معصیت الله بسیار بطیء بودی، بسیار تنبلی میکردی که معصیت نکنم، در طرف عن معصیت بسیار سستی میکردی. فجزاک الله خیرا، عالی عالم میگه نعم بله. یقول له انا عملک الصالح. فما عمله الصالح، عمل صالح ازی چی است؟ انه صلاته و صومه، نمازش است، روزیش است. بره و صدقته، نیکی و صدقیش است. بکاؤه و خشیته، ریختاندن قطرات اشک به خاطر الله و ترس الله بود. حج و عمریش بود. قرائته للقرآن، و حبش محبت با الله داشت. برخواستنش در سحری ها، روزه در روز، و ترسش از عزیز جبار، نیکی والدین، طلب علم، دعوتش به طرف الله، جهادش فی سبیل الله. وقتی که انسان مؤمن این چهره زیبا رو میبینه، یبشره که بشارت میته، به طرف راست و چپ میبینه که قبر وسیع شده، فرشی از فرشهای جنت، تختی از تختهای جنت، و به طرف لباس خود میبینه لباس جنتی ها. میفهمه که این نعمت است که هیچ چیزی با این مساوی نیست، که بر از او انتظار میکرد در جنت. فیدعو ربه و یقول، میگه پروردگارا چقدر زیباست، اقم الساعه، منتظر قیام ساعت هستم تا به اهل و خانواده خود برسم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.